تا حالا فکر کردین که چرا میگن موقع ظرف شستن دستکش دستتون کنین؟ حتما میگین خب به خاطر مایع شوینده است که دستو اذیت میکنه. نه، الان میخوام با یه آزمایش بهتون نشون بدم که همون آبی که پوست دستتون رو لمس میکنه برای بدنتون ضرر داره. من اینجا 3 تا لیوان دارم. 2 تاشو آب شهری پر میکنم، یکیشو دستم رو توش نگه میدارم، اون یکی رو نه. اوکی. سوم میرم آب کنگن پر میکنم که البته آب کنگن اینجا تو این آزمایش نقشی نداره، فقط میخوام بهتون بگم که میشه بعضی آبا کلور نداشته باشن. میذارم این طرف جلوی چشمتون. حالا اینجا من کلور تستر دارم، توی آب کنگن میریزم، تغییری نمیکنه. توی آب شهری میریزم، کاملا رنگش زرد میشه. اگه نگاه کنید این نشون میده که کلور داره. این یکی هم اگه یادتون باشه آب شهری بود اما دست من توش بود. چند قطره میریزم، ببینید رنگش هیچ تغییری نمیکنه. علتش چی بود؟ آفرین، خیلی باهوشید. کلور ظرف چند ثانیه از طریق پوست من جذب شد و رفت که غدد لنفاوی و کبد منو درگیر کنه. بازم میریزم که مطمئن بشید که درسته. ببینید، پس وقتی که میخواین ظرف بشورین خودتون بهتر میدونین از دستکش استفاده کنین. برای صرفه جویی هم اگر حجمش زیاده بازم خودتون بهتر میدونین ماشین ظرفشویی چارشه. خب حالا ما چرا اینقدر میگیم کلور در آب ضرر داره؟ یه تحقیق کوچولو کنید، یه لیست بالا بلند از مضرات کلور میاد. 2 تا نمونهش اینی که یود بدن رو دفع میکنه و بیماری‌های تیروئید میده و همینطور یکی از عوامل سرطان سینه است. حالا اگر میخواین آب نوشیدنتون رو و آب دوشتون رو عوض کنید به آب کنگن، شماره من توی کپشن هست، با من تماس بگیرید تا کمکتون کنم.